سلام بچه ها، من خیلی گشت و گذار طبیعت دوست دارم، ولی یه صفتی دارم که نمیذاره زیاد تمرینات مقاومتی انجام بدم. دیگه تصمیم گرفتم امروز بهتون نشون بدم چه جوری من میرم کوهنوردی. اول سوار این اتوبوس ها میشیم، بعد میریم بالا، خیلی زیبا، منتظر تلکابین وای میسیم. خدا رو شکر صفش اونقدرام طولانی نبود. شیشه های تلکابین ولی خیلی کثیفه و خیلی سخت میشد این ور دید، ولی همون اول کاری بابا فکر کرد به همین ستونه میخوریم و کلی ترسید. بقیه مسیرم به این شکل گذشت که بابام داشت میگفت میترسه و پایین رو نگاه نکنید و بالا رو نگاه کنید. خلاصه ترس از ارتفاع موضوع جدیه دوستان. این فکر کنم ایستگاه دومشه. خیلی نزدیک میگید. من واقعا فهمیدم خیلی دوست دارم ارتفاع رو. پس چجوری رفتی شهر بازی با ما ایران؟ چشمو میبندم. پولا رو حرم میکنه. گفتم که تو میخوای چشتو ببندی؟ نمیبره دیگه. بذار من دوبار نه الان دیگه از اینجا به بعد مهادش بیشتر میشد و خیلی رویایی شده بود. شکلات میخوام. فقط شکلات؟ آره. همه چی بخورم. فاینالی رسیدیم ایستگاه 5، پیاده شدیم. هم میبینین که اصلا بک‌گراند هیچی جز مه نیستش. میشد بالاترم رفتا، ولی خب دیگه اینجا پیاده شدیم و با نمای مه و تلکابینای دیگه چای آماده کردیم و چون سردور رفتیم داخل کلبه صبحونه خوردیم. میشد از داخلش نون و همه چیز سفارش داد. کلبه هم اینجا بود که دیدیم. برگشتنی از جای فیوریتم بلک چری شیک لوتوس خواستم سفارش بدم. واقعا یکی از بهترین شیک های لوتوس رو داره توی کل تهران. اگه دوست دارین از طعم لوتوس اینا خوشتون میاد، حتما شما هم امتحان کنید. 2000 years later. وقتی هم رسیدم خونه، برای پیشگیری یه قرص سرماخوردگی و آهن میخورم. همین دیگه، ماچ، خدافظ.